ساکنان روسیه اکیپاژ هواپیمای ایرباس 321 شرکت هوایی اورال را که بعد برخورد با سیل پرنده ها توانست نشست اضطراری هواپیما را عملی نماید قهرمان مینامند. به قول آنها نشست اضطراری هواپیما با 233 سرنشینش در یکی از کشتزارهای ناحیه رامینسکی ولایت مسکو معجزه است. تلویزیون دولتی روسیه میگوید هواپیما در تخمینا 1 کیلومتری فرودگاه بین المللی ژوکووسکی به زمین نشسته است. خدمات هوانوردی روسیه میگوید برخورد پرنده ها باعث قطع کاری 2 محرک هواپیما شد و پیلوت اول دمیر یوسوپووی 41 ساله تصمیم گرفت چرخهای هواپیما را نکشاده در میدان جواری مکان نشست اضطراری عملی نماید. یکی از مسافران لحظه نشست را به تلفن موبیلش به نوار گرفته است. در نوار دیگر لحظه فرار مسافران از هواپیما دیده می شود. همسر و 2 فرزند پیوتر بابین در هواپیمای مذکور عازم سیمفروپل شده بودند. زیاد در یاد ندارم که همسرم بعد نشست اضطراری چی گفت. آرامانه ابراز داشت که هواپیما در کشتزار نشست و من باید آنها را به خانه برگردانم. خدمات نجات به زودی مسافران را با اتوبوس ها به فرودگاه ژوکووسکی انتقال دادند. قوطی های سیاه هواپیما آسیب ندیدند و مفتشان با آموزش پرواز و کار تجهیزات هواپیما شروع کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه پرونده جنایی باز نموده است. بعد نشست اضطراری هواپیمای خطسیر مسکو سیمفروپل بر اساس ماده 263 قسم اول قانون جنایی عمل خلاف قانون استفاده هواپیما تحقیق پرونده جنایی آغاز یافت. در صحبت با رادیوی گوارید مسکو یک ساکن محلی گفت که به احتمال زیاد پرنده ها از پرتابگاهی غیرقانونی می باشند که در کنار فرودگاه ژوکووسکی جایگیر است. اما در صحبت با خبرگزاری تاس منصبداران ولایت مسکو تاکید کردند که نزدیکترین پرتابگاه در 14 کیلومتری فرودگاه قرار دارد. بعد فروپاشی اتحاد شوروی در روسیه اجرای معیارهای پرواز مورد نگرانی عمیق بود، ولی به نوشته خبرنگار رویترز سالهای اخیر روسیه به تطبیق دستورهای پرواز و به ویژه پروازهای بین المللی توجه نشان می‌دهد.